This is Meat Boy. This is Bandage Girl. And this, well, this is Nugget. Their little bundle of joy. Aww. This is Dr. Fetus. He's not a real doctor. Wow. One day, while our heroes were enjoying life, Dr. Fetus attacked them! And kidnapped Nugget! When our heroes came to, and couldn't find Nugget, they knew what they had to do. بله سلام به همگی، خوش اومدین. صدا چقدر زیاده، دهنی که پدرش فکر نمی‌کردم من آدم بد دهنی باشم، ولی خب خوش اومدین به سوپر میت بوی فوراور. و اولین گیم پلی من تو کانال یوتیوب. بله بچه زمانی که دیدم نورازول 8 فکر کنم، یکی از دوستای خودمه، یکی از رفیقامه. زمانی که دیدم به 50 تا ساب رسید، گفتم منم بیام یه چوز تلاش انجام بدم. و بله یکی از بازی‌های سخت سرطان آره دیگه بچه تو رو خدا ساب کنه، خونه ما آب نداره، مجبوریم آب نگهداری چیز کنیم. پس همین الان زنگوله رو بزن، همین الان لایک کن، ساب کن، تا حداقل به یه بنده خدایی که بلد نیست، یعنی بلد نیست یوتیوب کارش انجام بده، با اینکه یکی از آرزوهاشه و یکی ساب کن. بخشید انقدر اینجوری دارم با گوشی میگیرم، اولین بارم هم نیست دارم با گوشی میگیرم. لپتاپ گفتم دارم، متاسفانه بیدار شو دن 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 دن. فعلا با گوشی فیلم بگیریم، که دست خودمه. من قبلا یه ذره بازی کرده بودم، چی بگیم، قبلا یه بار تمومش کردم این بازی رو حدوداً. و این بازی تا اونجایی که من میدونم این لود گیم بود، این میشه مثل مثلا بس بریم سراغ بازی دیگه. الان همه چی با اونی که فرق داره، میریم پلی بدیم. امیدوارم چیز دهنم نره. بچه من تو ادیت متوجه نیست، من الان ادیت نیستم، ولی من تو ادیت اون اولشو زیرنویس کردم. اگه میخوای دوبلم کنم زیرنویس میکنم دیگه. میدونی صدایی که مثلا بیلو میذاره زمین، روش میبره بالا، این صدا رو نمیتونم بذارم. پسر گوشتی یادم بازی نکردم، یعنی یادمه چجوریه. الان یه سری چیزاشو یادمه. امیدوارم که این ویدیو حداقل چند تا چیزو بگیره. امیدوارم حداقل تامنیلم خوب باشه.
بیا اینجا. آها پسر خوب پسر خوب پسر خوب. تاثیرات ویو کم، تاثیرات ساب کم. ساب کنید تا اسکول نشده. نشد. الان که داریم بازی میکنیم شما که داریم میبینید دیگه چیز خاصی نیست، همینجوری میریم. یه اتفاقی افتاد، یه چیزی شد. من مثلا اگه ناراحت بشم بعدش مثلا گوشتم بشه ناراحتم بشم دیگه میزنه به سرم، یعنی کسخولیت تمام. میشه گفت اسکول محض میشم. چی بگم، خیلی اسکول میشم، یعنی مغزم رد میده وقتی مثلا اینجوری میشه. مثلا میگم با خودم من فقط یه انسان اسکولم که فقط اکسیژن رو داره مصرف میکنه، کم میکنه واسه مردم. چرا تو زندگیم دارم این کارو میکنم؟ پس حساب کنید که دیگه اینا ناراحت نشم. میخواین ناراحت بشم شما یک دیوونه روانی هستین که دلتون بدی مردم رو میخواد. منم انسانم بالاخره دیگه، دل داره دل نداره. حتما اگه سوالی دارین از من حتما تو کامنت ها بگین. مثلا بچه ها به اسم 50 تا لایو بگیریم با لپتاپ، مثلا بازی دیگر رو بازی کنم من و حداقل بتونم استریم رو ران کنم، یه پولی بدم بازی قانونی بخرم. بچه ها اینجا اصلا تو کل بازی که بازی میکردم همچین منطقی نبود. به خدا همچین منطقی نبود و این اولین بار من همچین منطقی دارم میبینم. برو دیگه. آها خاک سرم ریدم. بچه یه چیز دیگه هم هست. من اگر یه چیز خوشم بیاد بعد چند ثانیه مثلا یه چیز خوشحال باشم، چیزی باشه که خیلی وقت به دستم میاد، بعد چند ثانیه خوشحالی کردن دیگه کلا واسم انگار عادی میشه اون چیزه. ولی اگه یه چیزی باشه که واقعا خیلی چیز بالی باشه و من واقعا خیلی ازش خوشم بیاد دیگه ول نمی‌کنم چیزا رو. اگه یه سپول باشه به معنی واقعی ولش نمی‌کنم. آره وای ای دهن تو. آها پسونک صافت. پسونک ای بابا یه سری فکرها به ذهنم میرسه که چرا اونو 50 تا ساب داره من کمتر از اون 20 تا. من این بازی یه بار تموم کرده بودم، چرا نمیتونم برم مرحله اولیشو؟ وقتشه که کارهای دیگه انجام بده. سلام ناگت. از بعد به ناگت میگم مرغ سخاری. آقا شما هرچی میخواین اسم بذارین دیگه. مثلا چه بازی برم تو کامنت بگین، هرچی میخواین میرم. ترجمهش خیلی نباشه. خود لپتاپ منم الان واقعا لپتاپ من خودش پره، خیلی پره. رسید میبینین گیلی چی میشه؟ طبق تجربیاتی که دارم این گیلیچی شدنه یه مینی گیمه.
2 hours later. چه نمیرسه. آها رسیدیم به مینی گیم. تست یورمیته. یه دونه بود تست یورمیت بود. بعد یه جایی اون گوشه او شت. او شت من همچین چیزی ندیده بودم تو باز. خب واس کن همچین چیزی ندیده مجبوری بری تو اردش خودتو بکشی؟ احمق. بخوریم بهش میمیدیم. باید فهمیدم باید چیکار کنم. آی من فهمیدم چیکار کنم. ای وای آی خوب داشتم میرفتم بردیدم. بد شد. من فهمیدم باید چیکار کنم. وقتی که دیدم. من حق داریم واقعا بازی سخت بود. بابا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دو پایین. وای حاجی آی دهنشو. ای وای حاجی سریع میزنه سریع. به چرخ دیگه. بابا تا دود میده باید برم پایین. وای بابا دهنه تو. بزن تموم. ایزی اول مینی گیمی که تو عمرم تموم کردم. حاجی پشمام. اینم رفتیم دیگه. اول مینی گیمی که تو عمرم رفتم حاجی تموم کردم.
بزنین دست همجوری الان میتونیم بریم باس، ولی باید کل مرحله ها رو دوست دارم برم. بچه نمیدونم چرا اونجا حرف نمیزدم، خیلی تمرکز داشتم میکردم رو زدن اون بیناموس، چون اولین باریه که من یه مینی گیمی رو بردم تو این بازی. و بچه ها واقعا میگم حتما بگیم چه بازی بریم. من واقعا نمیدونم، کانتنت کم آوردم. میخوام از کامنت های شما کانتنت شروع کنم. میخوام از کامنت های داشتم میگفتم میخوام از کامنت های شما مثلا کامنتاتون رو یه ویدیو میکنم، ویدیوها رو درست میکنم دیگه. بگیم بازی چی بذارم، بگیم چیکار کنم بابا بی. آره بگین کامنت ها رو تو کامنت بگین چه بازی برم، چیکار کنم. دیگه میخواین همینو برم، باید این لایک رو برسه به همون 50 تا. اگه خوب دارم بازی میکنم حتما، اگه میخواین بگین خوب دارم بازی میکنم تو کامنت بگین. اگه دارین میگین که دارم میرینم با این بازی کردن اونم حتما تو کامنت ها بگین. بابا سلام نگه من خدای بگیم. من واقعا نمیدونم، دارم دیوونه میشم دیگه. تو خدای ساب کنین، لایک کنین، حداقل بی شرفا ببخشید کمبود توجه این بلا رو سر من آورده. یکی برسه به دادم، یکی برسه به دادت، خدا برسه به دادت. بیا آقا ببین بینا بیا بالا بپیچیم این مرحله پستونک نداره، بام 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 بام. بله بسیار زیبا بچه هم. این فقط همین یه گیم پلی رو میزنم تو چالنجر دو قرار پاک بشه و چالنجر خالی قرار باشه ویدیو. پس دو تا کانال قرار باشه بچه همین چالنجر دو، پس چالنجر گیم قرار حذف بشه. چالنجر دو فقط اسمش تغییر میکنه و تبدیل میشه به چالنجر خالی. بابا بچه اگه میخواین حتما با نورا زول 8 ویدیو بذارم بگیم. حتما لایک کنین، کامنت بذارین، دهن منو یه بازی خوب ساختم. ای خدا دهن یک تو اینجا الان خون گوشت مالی شد. الان اینجا همه جا قرمزه. نه رنگ قرمز خوشم نمیاد. آبیستم باید یکم بهم زمان بدیم بتونم رد کنم. دون
تموم شد. رد کردم. بابا پدر، بابا این فهمیدم باید چیکار کنم. قطعاً قوی. Let's go. اها اگه فکر میکنین خودتون میتونی اینو برین حتما سوپر میت بویو دانلود. یه دقیقه بایست من باید چطور ببینم پایین چی بوده. آقا بلکن یه دنم نمیخواد چک کنم. رد کردن دیگه. این نداره مثلا جلو لست چک پوینت. دهنم بچه دیدین یه سریه مثلا تامنیلشون اینه که من به این خانم حجاب علی کردم. چه باور نکنم کلیک بیت خالصه. من باور کردم 10 میلیون پول ازم نه ولی واقعا بعضیشون کلیک بیشترشون کلیک بیته. و بچه راستی من یه چیزی بگم. من متین ممنتو رو میشناسین؟ من این متین راستگو هم. راستگو الیت کامنت. نه واقعا میگم من خودم راستگویم زیاده. این دروغ کم گفتم. راستگویی بیشتر گفتم. حرف راستو بیشتر زدم. بیشتر من صادقم. یعنی حرفایی که حرفایی که مثلا دروغ باشن کمتر گفتم. چرا دستم خورد و انیمیشنش پرید نمیدونم چرا. انیمیشنش قبلا دیدم. اجازه میدم خودتون ببینیم. دستی میزنم. آب امیدوارم صدا و تصویر ویدیو تنظیم باشه. ریجکت. خب وقتش که پدر اینو در بیارم. من یادمه چجوری اینو بزد. تموم شد آجی. تموم شد. پشیما اینقدر سریع دوباره تومونم تموم نکردم این مرحله رو. اونجا گفت سومین بار این مرحله رو تموم کردم. بله بالرینا کاپوچینو هیچ رفتی نداشت ولی خب بچه ها دیدین خودم یه برنگلات جدید ساختم 1000 تا ویو گرفت ولی به درد سگ نمیخورد. بعد میگین چرا صدا ایایش یه صدا دیگه بود نسبت به صدایی که برنگلات ها واقعا دارن. گوگل تکست اسپیک هم کار نمیکرد. واقعا میگم گوگل تکست اسپیک رو نتونستم دانلود کنم. فکر کنم برنامه نمیدونم از توی خود گوگل رفتم چیز کنم که متاسفانه ارور کنم 404 خورد متاسفانه. بچه ها دقیقا فکر کنم اینجا اگه گیلیچه رو پیدا کنیم بشه.
الان کافیه، چپتر کامل رفتیم. پس دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. حتما اگه نمیخواین هم نکنین، تو خدا انجام بدین. من آب ندارم، دارم فقط آب ندارم. پس خدا نگهدار. همین امروز که این ویدیو گرفته شد، همین امروز قرار ادیت شه و احتمالا همین امروز هم قرار فرستاده شه بهتون. بای. و بله ویدیو تموم شد. من نگفتم یادتون نره لایک و ساب انجام بدین و خدا نگهدار.